گنرال پیروز عطا شریف سردار محافظان پرزیدنت سابق افغانستان اشرف غنی در مصاحبه با نشریه بریتانیا دیلی میل گفت غنی 15 آگوست هنگام فرار از کشور میلیون ها دلار را با خود برده است. در دست من ثبت ویدیو کامراهای نظارتی ارک رئیس جمهوری موجود است که چه خیلی قبل از فرار غنی به اینجا پول زیاد آوردن یک آدم از بانک افغانستان را نشان میدهد. آنجا صدها میلیون و شاید میلیاردها دلار بود. چندین خلطه کلان وزنین بود و در این خلطه ها البته برنج نبود. نقل کرده است گنرال شریفی. به گفته او این پول ها برای ریختن در بازار اسعار بود و هر روز پنجشنبه به این مقصد دلار زیاد می آوردند، ولی روز فرارش اشرف غنی این پول ها را با خود برده است. گنرال شریفی که خود از کابل برآمدن نتوانست و حالا از ترس بازداشت پنهان به سر میبرد گفته است دلیلهایش را بعد رسیدن به یگان مکان امن نشر خواهد کرد. او میگوید طالبان برای پیدا کردن وی 1 میلیون افغانی جایزه تعیین کرده است. این مبلغ برابر تقریبا 11,000 دلار است. سردار محافظانش اشرف غنی را به دزدی میلیون ها دلار عیبدار میکند. اول سفارت روسیه در کابل گفت 15 آگوست وقتی غنی فرار میکرد آنقدر پول زیاد با خود داشت که همش در چرخبال ها نگنجید و چند خلطه پول را آدمان او در فرودگاه پرتافته رفتند. سفیر افغانستان در دوشنبه ظاهر اخبار غنی را عیبدار کرد که 169 میلیون دلار پول مردم را دزدیده برده است. خود غنی بعد فرارش قسم خورده بود که یگان تین نبرده است. او گفت از خانه با پایپوش خانگی برآمده حتی فرصت نیافت که لباس و کفشش را عوض کند. در همین حال شبکه تلویزیونی یک تیوی با استناد به منبعش در حرکت طالبان خبر داد که اشرف غنی تقریبا یک ماه برای فرار آمادگی می گرفت و یک هفته آخر با اشتراک او و مأموریتش ریاست امنیت ملی و معاونان اولش امرالله صالح سکنجه بیرون کشیدن پول از بانک ها تشکیل شده بود. همین طور بنا به این گزارش طی یک ماه قبل از فرار غنی و اطرافیانش چند دفعه نقشه فرارشان را حتی مشق کرده بودند. روز فرار غنی به معاونش صالح هم 3 ساعت پیش از ترک کابل نامه فرستاده است، ولی صالح از فرار سرکشی کرده است. چرخبالهای غنی و اطرافیانش اول به تاجیکستان پرواز کردند، ولی تاجیکستان آنها را قبول نکرده است و آنها مجبور شدند به ازبکستان بروند. طالبان قبلا خبر داده بودند که از خانه امرالله صالح بیش از 6 میلیون دلار پول نقد و خشت‌های طلایی پیدا کردند، ولی افراد صالح گفتند که از خانه او همگی 100,000 دلار یافتند. صالح حالا در تاجیکستان و غنی در دبی پناه بردند. طالبان اخیراً اعلام کرد که برای به کشورهای همسایه پرداخت کردن 62 میلیون دلار قرض جمع شده از استفاده نیروی برق مال و ملک منصبداران حکومت قبلی را به فروش خواهند زد. حاکمان نو افغانستان از اشرف غنی و دیگر منصبداران سابق طلب کردند که پولهای دزدیده‌شان را برگردانند. روز 2 اکتبر بانک ملی افغانستان خبر داد که منصبداران سابق از ولایت‌های لوگر، خوست، کابل و پنجشیر حدود 17 میلیون دلار را به این بانک سپردند. گفته می شود در اطلاعیه